سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم یکم مارت تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه دوشنبه 3 ساعت به برق و آب و گرمی ماند، صدمه یا کورشکنی به ضد رستم امامعلی، نشر عکس پدر و 4 فرزندش که از دود انگیش جان باختند، یورش پلکوونیک بهرام به خانه مادر یک صاحبکار، بچه 2 میلیون دلار قرض دارد، باید گپ زنان کنیم. خانه آزاد تاجیکستان را یکی از کشورهای اعظم از سرکوبگر جهان نامید. و اکنون تفصیلات خبرها. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های پدر و 4 فرزندش از محله گرانزواد نویه فردوسی شهر دوشنبه که شب 27 و 28 فوریه سال 2024 از دود انگشت به هلاکت رسیدن نشر شد و این فاجعه تلخ را دیگر باره ورد زبان ها کرد. در این حادثه فاجعه‌ای مادر این طفلان معصوم نیز جان داد، ولی عکس او نشر نشده است. 100 نفر برای اعضای این خانواده دست به دعا کشاده برایشان آخرت آباد آرزو کردند. کاربران همین طور بار دیگر مقامات سوئه برق تاجیکستان را به بی‌مسئولیتی عیبدار کرده گفتند متاسفانه مشکل 10 ساله باز حل نشده باقی مانده بی‌برقی باعث مرگ انسان‌ها شده ایستاده است. قبلا خبر داده بودیم که شب 27 و 28 فوریه سال 2024 6 عضو یک خانواده ساکن محله گرانزواد نویه فردوسی شهر دوشنبه از دود انگشت به هلاکت رسیدند. در کمیته لطفای فوق‌العاده گفتند که این عائله خانه خود را توسط بخاری گرم می‌کرد و متاسفانه شب 27 و 28 فوریه وقتی که همه آنها خواب بودند از بخاری دود کربن خارج شده سبب مرگ همه 6 باشنده خانه شده است. روز 28 فوریه در شبکه‌های اجتماعی ویدیو 6 تابوت نشر شد که در صحن یک مسجد گذاشته شدند. مؤلفان ویدیو گفتند که آنها 6 عضو یک عائله بوده از دود انگشت جان دادند. بنا به این ثبت همه ففتیدگان را روز 28 فوریه به خاک سپردند. مرگ یک باره 6 نفر از دود انگشت در حالی است که روزهای آخر با وجود برف و بارشات و سردی فوق‌العاده قدم نامبارک لیمیت برق تا به پایتخت شهر دوشنبه نیز رسید و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شرکت برق تاجیک و دیگر مسئولان را در مرگ این 6 عضو یک خانواده گناهکار می‌کنند. ساکنان دوشنبه میگویند لیمیت برق زندگی آنها را در بناهای بلند آشیانه طاقت فرسا کرده خانه‌هایشان را عملاً به یک یخدان بتونی تبدیل داده است. تاجیکستان که پرزیدنتش امامعلی رحمان هنوز چند سال پیش از پایان دوران لیمیت برق و به مال تاریخ تبدیل یافتن لیمیت حرف میزد، در فصل سرمای امساله به لیمیت برای چندین سال آخر بی سابقه در این کشور روبرو شد. عملاً از پایان ماه سپتامبر به این طرف اکثر منطقه‌های تاجیکستان در یک شبانه روز امکی 6 ساعت نیروی برق میگیرند. در اول هفته روان مقامات برق شهرها نیز از جاری شدن لیمیت برق خبر دادند. کم شدن سطح آب در آبانبارها از جمله در آبانبار بزرگترین نیروگاه جمهوری نیروگاه نورک را دلیل جاری شدن لیمیت نام میبرند، ولی منتقدان میگویند اصل گپ در فروش نیروی برق به خارج و اساساً به افغانستان است که توسط سخیمه‌های کروپسیونی صورت گرفته به دولت یگان فایده نمی‌آورد، بلکه همه پولش به کیسه چند نفر می‌ریزد. منتقدان میگویند اگر از این برق فروشی ها فایده ای میشد قرض برق تاجیک به 3 میلیارد دلار نمی‌رسید. خانه آزادی سازمان بین المللی حامی حقوق انسان تاجیکستان را یکی از کشورهای بسیار سرکوبگر در جهان در سال 2023 نامیده است. سازمان در گزارش نو خود از نظر آزادی ها به تاجیکستان از 100 خال تن و 5 خال داد. آزادی ها در تاجیکستان در سال 2023 به سبب تلاش های دوامدار سرکوب آزادی بیان و تبعیض جامعه پامیری ها باز دو زینه پایین رفت، گفت کاترین گرات، محقق خانه آزادی. او نظرش را درباره وضعیت تاجیکستان به طور خطی به رادیو آزادی فرستاد. میگوید در 10 سال آخر از سال 2013 تا 2023 روند افت یکباره انشاءات‌های آزادی در تاجیکستان مشاهده می شود. مقامات تاجیکستان هنوز این حالت به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی تاثیر بد رسانده حاصل رهبری پرزیدنت خودکامه امامعلی رحمان است که از سال 1992 قدرت را در دست خود نگاه می‌دارد. شهر داد کاترین گرات.
مقامات در تاجیکستان هنوز نظر خود را به گزارش بیان نکردند، اما در گذشته سازمان‌های عمومی حقوق انسان را به نگاه غرض‌آمیز و یک جانبه گناهکار نموده بودند. از جمله مقامات بودن زندانی‌های سیاسی را از حساب مخالفین و طرفداران آنها و بلاگران و ژورنالیستان معروف رد کرده میگویند آنها برای جنایت‌های مشخص جزا گرفتند. محققان فریدم هاوس یا خانه آزادی میگویند پس از سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 حبس 10 نفر از جمله دست کم 8 ژورنالیست و بلاگر آزادی‌های مدنی تحت حمله افزاینده قرار گرفتند. به قول مؤلفان چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم عادی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند در بیان اندیشه احتیاطکار باشند. کاترین گروت به وضع بیشتر بد شدن اقلیت‌های پامیری هم تاکید کرده است. وی میگوید جمعیت پامیری‌ها در سال 2023 به تبعیض سنگین‌تر روبرو شد و مقامات چاره‌های بیشتر را برای سرکوب پامیری‌ها روی دست گرفتند. مقامات در تاجیکستان پیشتر گفته بودند که با موافقه سازمان‌های بین المللی راضی نیستند که پامیری‌ها را چون اقلیت ملی و دینی معرفی می‌کنند. پامیری‌های مسلمان پیرو اسماعیلیه و یک اقلیت مورد تعقیب گسترده در تاجیکستان هستند و برای آزادی‌های دینیشان سال 2023 به محدودیت سنگین‌تری روبرو شدند. مقامات مکان آنها را محدود کرده چند نفر را برای تشکیل نمازگزاری در داخل خانه‌شان جریمه بستند. به علاوه این محدودیت آزادی دینی، فعالان پامیری و شهروندان به حبس و تعقیب‌های خودسرانه روبرو شدند و شماره افزاینده پامیری‌ها از ترس تعقیب رو به فرار آوردند، افزود کاترین گروت. ماه آگوست سال 2023 مقامات تصدیق کردند که در نیم سال گذشته فعالیت 5 سازمان اجتماعی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان برهم دادند و سببش به قول آنها این بود که گویا با گروه‌های جنایی رابطه داشتند. درباره برگزاری عملیات سرکوب اعتراض‌ها در این ولایت مختار حکومت تاجیکستان گفته است چنین عملیات عامل تحکیم امنیت و حبس و بازداشت‌ها راه پیشگیری از جرم و جنایت ضد جامعه و شخصان منصبدار ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. ولی فعالان پامیری و مخالفین حکومت تاجیکستان میگویند مقصد عملیات سرکوب کردن دیگر اندیشان و ناراضی آن بود. خانه آزادی میگوید جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین که به آن 2 سال پر شد به سراسر آسیای مرکزی هم تاثیر گذاشت. اقتصاد تاجیکستان از درآمد مهاجران در روسیه همان وابستگی سخت دارد. در پی مناقشه‌های سرحدی میان تاجیکستان و قرقیزستان میزان عداوت بالا رفت و امنیت ساکنان هر دو طرف آسیب دید. مذاکره‌ها بین دوشنبه و بشکک تمام سال 2023 ادامه کرد، هرچند تا آخر سال روابط دیپلماتی بین دو کشور سرد ماند. فرهاد جولداشف، یک صاحبکار موفق تاجیک که در جمهوری باشقردستان روسیه و همچنین در زادگاه ولایت سوغد تاجیکستان تجارت‌های کامیاب دارد، روز 1 مارس سال 2024 به اداره پایگاه خبری بامداد از نفر با نام بهرام شکایت کرد که خود را پلکوونیک و کارمند وزارت کارهای داخل معرفی کرده و ظاهراً با مقصد پول کندن مادر سالخورده او را در شهر بوستان مورد تعقیب قرار داده است و بالاخره سبب به بیماری سرطان گرفتار شدن این زن 70 ساله شده است. بنا به نقل فرهاد جولداشف، بهرام ماه نوامبر سال 2023 2 دفعه به خانه آنها در شهر بوستان کوچه تیمور ملک خانه رقم 22 یورش کرده مادرش را رجبی یولداشف را ترسانده است که گویا پسر او یعنی فرهاد جولداشف 2 میلیون دلار قرضدار است و باید حتما به دادستان کل تاجیکستان حاضر شده مسئله‌اش را گپ زنان کند. این یورش یکم آنچنان ناگوانه بود که نزدیکان فرهاد جولداشف تا فرصت به نوار گرفتنش را نیافتند. آنها میگویند بهرام بدون ابا و نشان دادن یگان اوردر درون حجره آنها را زده در آمده و از دیگر باشندگان خانه کی و چه کاره بودنش را میپرسید و از مادر فرهاد جولداشف طلب کرد که به پسرت زنگ که اومده مسئله قرضش را گپ زنان کند. دفعه دوم بهرام باز هم به سراغ فرهاد جولداشف به خانه مادر او آمد. اهل خانواده این دفعه آمادگی دیده بودند و جریان گفتگوزار با او را ثبت کردند. یک نسخه این نوار و گفتگوهای تلفنی فرهاد جولداشف با بهرام در دست اداره بامداد نیز است و در نوار دیده می شود که بهرام حتی
بعد فهمیدن اینکه او را به نوار گرفته ایستادند یگان پروا یا احساس ترس نمی کند و همچنان طلب می کند که فراد به من زنگ زند و مسئله قرضش را گپ زنان کند. او در این نوار بار دیگر خود را پلکوونیک و کارمند وزارت کارهای داخلی معرفی می کند و حتی یک حجت سرخ مانند به حجت خدمتی کارمندان میلیچه را نشان داده می گوید من یگان بندیت نیستم، پلکوونیکم، از وزارت کارهای داخلی آمدم. بهرام می گوید که گویا با سپارش پروکراتور گنرالی به سراغ فراد یلداشف آمده است، چون که گویا پروکراتور گنرالی به ضد فراد پرونده کشیده است و از او خواسته است که رفته مکان بود و باش او را معلوم و برای بیانات دادن حاضرش کنند. هرچند این ادعا خیلی مشکوک به نظر می رسید، زیرا نه پروکراتور گنرالی و نه وزارت کارهای داخلی برای معاین کردن مکان بود و باش شخص کارمندش با رتبه بلند پلکوونیک را نمیفرستد. فرهاد یلداشف میگوید بعد این دو یورش به رقم تلفنی که پلکوونیک بهرام به نزدیکانش داده بود 992 927 42 44 49 زنگ زد. در ثبت این صحبت شنیده می شود که بهرام بار دیگر خود را کارمند وزارت کارهای داخلی معرفی می کند و ادعا می کند که به ضد یلداشف در پروکراتور گنرالی بر اساس دعوای عزیز نام شخص پرونده کشیدند و او را عیبدار می کند که گویا از عزیز 2 میلیون دلار قرض دار بوده است. پلکوونیک بهرام در این صحبت نیز به فراد پیشنهاد می کند که مسئله قرضش را باید گپ زنان کند. گپ زنان در شیوه گفتگوی منصبداران کروپسیونر در تاجیکستان معنای یگان سوم داده حل کردن مسئله را دارد، اما فراد میگوید که از کسی قرضدار نیست و از بهرام طلب می کند که به او نام و نسب مشخص و رقم تلفن آن کارمند پروکراتور گنرالی را که گویا به ضد او پرونده کشیده است بدهد. بهرام میگوید در بیرون است. فراد یلداشف از ماه نوامبر سال 2023 اینک بیش از 3 ماه گذشت، ولی وعده می‌دهد که برابر به جای کار آمدنش رقم تلفن کارمند پروکراتور گنرالی را به فرهاد بفرستد. فراد یلداشف گفت از ماه نوامبر سال 2023 اینک بیش از 3 ماه گذشت، ولی بهرام دیگر نه تلفن پروکراتور گنرالی را داد و نه یگان بار طرف خانه آنها بار توپ خورد. بهرام همین طور رقم کارمند پروکراتور گنرالی را هم به فرهاد یلداشف نفرستاد و ماه فوریه سال 2024 وقتی یلداشف از نو به بهرام زنگ زد و پرسید که چرا آمد و مادر او را ترساند، پلکوونیک از ترس صحبت را قطع کرد و دیگر تلفنش را نبرداشت. او افزود این ماجرا را زیاد جدی نگرفت و دنبال کردن هم نبود، ولی بهرام در جریان آن دو یورش مادر صلح‌خورده‌اش را سخت ترساند و اخیراً وقتی که مادرش برای طبابت چشمش به طبیبان مراجعت کرد تشخیص نشان داد که او گرفتار سرطان شده است. فراد یلداشف در این پلکوونیک بهرام را گناهکار می شمارد و از مقامات حفظ حقوق تاجیکستان می خواهد او را پیدا کرده به جوابگری جنایی به خصوص وزارت کارهای داخلی و پروکراتور گنرالی، چون که بهرام از نام همین دو نهاد سوء استفاده می کرد. فرهاد یلداشف زاده شهر بوستون بوده، از سال 1999 به این طرف هر سال به روسیه به مردکاری می رود. او در روسیه تجارت خود را برآورد و سال 2012 زن و فرزندش را نیز با خود برد. فرهاد یلداشف مؤسس و رهبر شرکت گاز آلترناتیو است که در جمهوری باش کردستان روسیه ثبت نام شده یکی از شرکت‌های کامیاب در ساحه گاز به شمار می رود. او در تاجیکستان نیز در سر راه غفورف خوجند یک مرکز خدمت رسانی تجهیزات گازی با نام اتیکر محصولات گازی ساخته بود. نام فرهاد یلداشف در ماه دکامبر سال 2019 برای این مرکز در سرخط اخبار رسانه افتاد، زیرا او در شیشه تیریزه آن اعلان آورد که چنین مضمون داشت: به فروش گذاشته شده است. کارمند انداز حسین زاده بیدل $500 ماهانه دولت طلب دارد. این اعلان آن وقت سر و صدای زیاد بپا کرد، هرچند مقامات کوشش میکردند که از این صاحب کار دولت طلب کردن سردار نوزرات انداز شهر بوستون بیدل حسین زاده را رد کنند، ولی به هر صورت این ماجرا باعث شد که الکی بعد 2 ماه در ماه فوریه سال 2020 حسین زاده را خپ و خاموش از منصب سردار انداز بوستون بگیرند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 1 مارس سال 2024 ساعت 11:10 برخی از قسمت‌های شهر دوشنبه بدون نیروی برق ماند. ساکنان همزمان از قطع شدن آب و گرمی، علاقه موبیلی و اینترنت شکایت کردند. مقامات سبب این حادثه را هنوز شرح ندادند، ولی یک منبع از پلوس گفته است در یکی از
زیرزگاه‌های نیروگاه نورک صدمه رخ داده است. ولی این خبرگزاری گفته است که معلومات این منبعش را توسط منابع دیگر هنوز تصدیق نکرده است. ولی یکی از مسئولان پایگاه خبری بامداد در مقامات حکومتی استثنا نکردند که یک بار قطع شدن هم برق و هم آب و هم گرمی در چنین یک روز سرد و پربرف میتواند عمل برقصانه هم باشد، تا که به گفته او به آبروی شهردار جوان رستم امامعلی ضربه بزنند. مخصوص در روزهای ضربه بزنند که گفتگو درباره از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی سپردن کرسی رهبر اول دیگر باره زیاد شده است. درباره نبود برق روز 1 مارت از دیگر شهرهای تاجیکستان از جمله از خوجند نیز خبرها به دست رسید. مشکل برق و آب گرم در پایتخت در حالی است که روز 1 مارت حرارت هوا در دوشنبه 1 درجه سرد بود و برف می‌بارید. در همین حال خبرگزاری روسی اسپوتنیک تاجیکستان خبر داد که قطع برق در دوشنبه هنوز از ساعت 6 صبح 1 مارت آغاز یافت، ولی مقیاس بی‌برقی بعد ساعت 11:10 گسترده شد و در بسیاری از خانه‌ها شبکه گرمدهی نیز از کار برآمد. یکی از خوانندگان اسپوتنیک که ساکن محله زرافشان شهر دوشنبه بوده است نقل کرده است که از ساعت 6 صبح برق ندارند و روز 29 فوریه نیز 6 ساعت برق نداشتند. کسی که ماشین دارد در ماشین‌هایشان خود را گرم می‌کردند. نقل کرده است او یکی از خوانندگان بامداد که در محله 82 شهر دوشنبه زندگی می‌کند خبر داد که آنها نیروی برق داشتند ولی شبکه گرمدهیشان کار نمی‌کرد. بنا به آخرین خبرها انتقال برق در تاجیکستان از جمله در دوشنبه تنها بعد 3 ساعت تقریبا ساعت 14 اثر گرفت. قطع شدن انتقال برق در تاجیکستان در حالی است که اخیراً با وجود برف و بارشات و سردی فوق‌العاده قدم نامبارک لیمیت برق تا به شهرهای جمهوری از جمله تا پایتخت شهر دوشنبه نیز رسید. در دهات لیمیت برای چندین سال اخیر شدیدترین هنوز از پایان ماه سپتامبر سال 2023 جاری کرده شده بود. ساکنان دوشنبه میگویند لیمیت برق زندگی آنها را در بناهای بلندآشیانه طاقت فرسا کرده خانه‌هایشان را عملاً به یک یخدان بتونی تبدیل داده است. مرکز مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از بسته شدن راه‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان و وادی رشت خبر داد. از جمله شام 29 فوریه سال 2024 ساعت 18:13 در کیلومتر 31-32 راه خاروق اشکاشم در حدود دهه برجر جماعت زمیر فنایی اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان ترمه فرآمده راه بست. برای تازه کردن راه یک تکنیک مخصوص سفربر گردیده راه الکی ساعت 19:20 یعنی بعد 1 ساعت گشوده شد. صبح 29 فوریه سال 2024 ساعت 06:30 بر اثر برفباری دوامدار در کیلومتر 11 و 12 راه موضع لب جر نویه سنگوار سنگریز به عمل آمد و راه را بست. با جلب کارمندان و تکنیک خدمات راه وزارت نقلیات راه را تازه کردند و بعد 5.5 ساعت از ساعت 12:05 حرکت نقلیات در اینجا از سر گرفته شد. اما صبح روز 1 مارس سال 2024 در کیلومتر 8 راه لب جر مرکز نویه سنگوار یرچ یعنی خنبیدن یک پاره کوه همراه با سنگریز باعث دیگر باره مسدود شدن راه شد. با جلب یک تکنیک مخصوص راه را تازه کردند و ساعت 09:20 راه برای رفع آب باز شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده یادآور شده است که خطر ترمه و یرچ سنگریز در راه‌های کوهستانی تاجیکستان کمش تا 4 مارت باقی میماند. شام 28 فوریه سال 2024 ساعت 19:56 به وقت محلی به قسم نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان یک مرد زنگ زد و خبر داد که در کوچه احمد دانش رقم 17 نزدیکی طرفخانه اوکی مرد بچه‌های 3 متر افتاده به کمک نیاز دارد. برای رسانیدن یاری دسته نوبتداران از واحد نجات ریاست حالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه فرستاده شد. امدادگران با ریسمان به عمق آن چاه رفتند و او را بالا برآوردند. در جای حادثه او را الکی طبیبان منتظر بودند. معلوم شد که این مرد در حالت سرخوشی به این چاه فرو رفته است. بنا به خبر دیگر مرکز مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده صبح 29 فوریه سال 2024 ساعت 09:39 یک زن ساکن کوچه تلو پولادی خانه رقم 41
به قسم نوبرداری کمیته زنگ زده خبر داد که 2 باشنده این بنا اندرون لیفت ماندند و به یاری فوری نیاز دارند. به جای حادثه نجات‌دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر دوشنبه رسیپور شدند. معلوم شد که این 2 ساکن بنا وقتی به خانه برمیگشتند سوار لیفت شدند، ولی آن میان آشخانه‌های بنا در ماند. بیش از 1 ساعت منتظر شدند که لیفت دوباره به کار می‌دراید. به خدمات صدمه‌ای و دیسپچری زنگ زدند، اما کسی به امدادشان نرسیدند و آنها نوعلاج به قسم نوبرداری کمیته حالتهای فوق‌العاده زنگ زدند. امدادگران با استفاده از تجهیزات مخصوص در لیفت را باز کردند و ساکنان را از آن بیرون آوردند. آنها به یاری طبی نیاز نداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.